ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ بیا ماه شوق به نام خداوندی بخشنده و مهربان. از انس خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: حسد بردن عملهای نیک را نیست می کند، به مانندی که آتش هیزم را نابود می سازد. صدقه جرم و گناه را از بین می برد، به مانندی که آب آتش را خاموش می کند. نماز نور مؤمن و روزه سپر از آتش دوزخ است. روایت ابن ماجه. علما در شرح این حدیث می گویند حسد از جمله گناهان کبیره بوده، آن اعتراض به قضا و قدر خداوند می باشد. انسان حسد برنده گویا به قضای خداوندی اعتراض نموده است، گویا به خدا گفته باشد: ای خداوند، برای چی به آن شخص مال دادی برای من ندادی؟ بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که حسد ثواب عملهای نیک را از نامه اعمال انسان نابود می سازد. ثواب صدقه به مانند آب است که آتش را خاموش می کند و عذاب خطاها را از بنده دور می سازد. ثواب نماز برای نمازگزار در قبر و پل صراط نور می باشد. روزه عامل نجات دهنده و پرده از آتش دوزخ است و روزه‌دار داخل آتش جهنم نمی شود. برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون حدیث به ما معلوم گشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را وادار میکنند که از این گناه کبیره، از حسد خوردن دوری جوییم تا ثواب آن عملهایی که انجام میدهیم، ثواب نماز، ثواب روزه و ثواب دیگر عبادتهای ما از بین نروند. و این چنین حسد بردن، این ناراضی بودن به تقدیر الهی است که این خیلی خطر است در ایمان هر یک ما. پس شنونده عزیز، از این گناه کبیره که حسدخوری است دست بکشیم تا که ثواب عبادتهایمان از بین نروند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.